ریاست وزارت امور داخلی روسیه در شهر سنت پترزبورگ بگاهی 21 اکتبر با پخش یک بیانیه دست داشتن مامورین پلیس را در مرگ کودک 5 ماهه تاجیک انکار کرده است. ویاچسلاو ستیپچنکو سخنگوی ریاست امور داخلی سنت پترزبورگ با خبرگزاری ریاء نووستی گفته است در اداره خدمات مهاجرت ناحیه ادمیرالتی شهر پترزبورگ حالتی که به کودک آسیب جدی رسانیده و باعث مرگ او شده است به مشاهده نرسیده است. چنین خلاصه در نتیجه گذرانیدن سنجش داخلی برآورده شده است. در بیانیه گفته می شود که ضمن تحقیق حادثه 13 اکتبر نوارهای دوربین بیرون و داخل آموخته شده معین کرده شده است که مامورین پلیس پس از جدا کردن کودک از مادر موافق قاعده یاری تجلی را دعوت کردند. ریاست کارهای داخلی سنت پترزبورگ عامل مرگ عمرعلی نظروی 5 ماهه را گرفتار ویروس راه نفس چنانچه که قبلا بیمارخانه کودکانه تسیمبالین اعلان کرده بود نامیده است. خبر مرگ کودک 5 ماهه تاجیک سر و صدای را در جامعه به میان آورد. وزارت امور خارجه روسیه پاول استاخوف وکالتدار حقوق کودک این کشور در این زمینه با نامه به وزارت امور داخله، خدمات مهاجرت، وزارت تندرستی و دادستان کل کشور ارسال کردند. سلطان حمزایف عضو اتاق جمعیت روسیه روز گذشته به ریاء نووستی گفت که این قضیه را تحت نظارت خواهد گرفت. او از ولادیمیر کالاکولتس وزیر امور داخلی خواستار بازرسی آشکار و بازداشتن کارمندان حفظ حقوق عامل این حادثه شده است. تفتیش این قضیه را کمیته بازرسی روسیه به عهده گرفته و طبق اطلاع مقدمات بیماری شدید ویروس منجر به مرگ عمرعلی شده است. همزمان پلیس تفتیش داخلی اداره را آغاز کرده است. نماینده ریاست امور داخلی شهر سنت پترزبورگ گفته است حالا امکان پیشنهاد نوارهای ویدیویی دوربین‌های نظارتی به اهل جامعه نیز بررسی می شود. در برابر سر و سوداها اطراف مرگ عمرعلی 5 ماهه در رسانه‌های روسیه خبرهای منفی نسبت شهروندان تاجیکستان یک باره افزایش گرفته است. از بازداشت 20 شهروند تاجیکستان به اتهام رابطه با حزب التحریر روز گذشته، امروز وزارت امور داخلی روسیه درباره بازداشت 500 مهاجر مهنتی خبر داد. طبق اطلاع مقامات مسکو، کارمندان پلیس شهر یکجا با کارمندان خدمات مهاجرت میدان ساختمانی واقع در کوچه زرچنای مسکو را احاطه کرده 500 مهاجر مهنتی را بازداشت نمودند. مقامات مسکو میگویند این ری در پی افزایش حالتهای راهزنی شبانه و بازداشت 2 شهروند تاجیکستان راه اندازی شده است، زیرا بازداشت شدگان محض در واگن‌های ساختمان این انشاءات اقامت داشتند. در گزارش تلویزیونی خبرنگار با تاکید به تابعیت جنایتکارانه میگوید فعلا دست داشتن 2 شهروند تاجیکستان در 5 حالت حمله شبانه به زنان ثابت شده است که بعد تهدید و لطوکوب مبلغ و دیگر اشیاء قیمت‌های جبردیده را گرفته فرار می‌کردند. مقامات روسیه میگوید فعلا علیه بازداشت شده به اتهامات راهزنی پرونده جنایی باز شده به آنها تا 10 سال زندان تهدید می‌کند. در همین حال امروز خدمات فدرالی مهاجرت درباره خارج کردن 2 عائله تاجیک با 9 کودکش از قلمرو روسیه اعلان کرده است. خدمات مهاجرت ولایت کمیروف خبر داده است که 2 عائله تاجیک را برای نقض قاعده‌های حضور در روسیه بازپس به تاجیکستان فرستادند. طبق اطلاع این نهاد یکی از عائله‌های اخراج شده دارای 7 کودک نابالغ بوده است که 5 تن آنها در روسیه تولد شدند. کارشناسان تاجیک بازداشت‌ها و چاره‌بینی‌های گسترده مقامات روسیه را به عکس‌العمل جامعه مدنی تاجیکستان به مرگ طفل 5 ماهه علاقه‌مند می‌دانند. رادیو آزادی در این باره فکر یکی از فعالان سابقه‌دار جامعه شهروندی آیین حال بابونظرова را در صفحه خود نشر کرده است. با گفته خانم بابونظرova واکنش نشان دادن و حمایت کردن حقوق مهاجران این وظیفه اصلی رئیس جمهور، حکومت، پارلمان، ابودسمن و خدمات مهاجرت و دیگر وزارت‌ها است. خانم بابونظرova معتقد است که وقتی حکومت تاجیکستان به اقدام و رفتارهای مقامات و نهادهای روسیه واکنش نشان نمی‌دهد، البته که روسیه شیرک می‌شود و باز هم از فشار کار می‌گیرد. همزمان خبرگزاری تاج نیوز در پی مرگ عمرعلی نظروف در صفحه خود پرسش گذرانیده است که از بی‌طرفی رهبریت تاجیکستان سوال می‌شود. از خوانندگان دقیقاً پرسیده می‌شود که خاموشی پرزیدنت به مرگ عمر 5 ماهه چگونه قبول دارید. در پرسش تا بگاهی روز 22 زیاده از 160 نفر اشتراک کرده بیشتر از 50% خوانندگان موقع رئیس جمهور را خیلی بد نامیدند. 37% خوانندگان خاموشی پرزیدنت را بد نامیدند.